ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 15. باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان. عباره گهواره را نوشتم و اندیشه دامنگیرم شد که شاید بعضی ها خردگیری نمایند. گهواره را به دولت و دولتداری تاجیکان چی نسبتی و مانندی است که بارها ضمن نوشته ها یاد شده بود و اکنون بر سرلوحه راه یافت، ولی دست پیش نرفت که آن را خط زنم یا به کلمه دیگری عوض نمایم. واقعاً رمزی گهواره اینجا هم به معنای اصلی آمده و هم به معنی مجازی، زیرا آوانی طفلی، آوانی افتیدن و خیستنهای آموختنی راهگردی، آوانی راه یافتن به عرصه تمدن بشری، آوانی خود را شناختن و جهان را شناختنی نیاگانی تاجیکان از همین جا ابتدا می گیرد. آغازی سرنوشتی تلخ و شیرین، آغازی نخستین پدیده های تمدن و ارزش های فرهنگی و آغازی رسالت دولت و دولتداری آنها نیز محض از همین گهواره سرچشمه گرفته است. رستاخیزی پرحوادثی تشکل زبان، پیدایش رسمی خط و خطاطی، صنعت کتاب و کتابنگاری، آیین دفتر و دیوانداری، پذیرفتن دین و مذهب یکتا پرستی و ظهور پیامبری راستین هم در همین گهواره حیات بخش پدید آمده، چون سرود الله مادر با بقا و جاویدانه مانده است. هنری کشاورزی و نظام کشت و کار، پرورش اشترهای کاروانگردی باختری و اسبهای بدوی آوازدار، شکوه و جلالی درباری پادشاهان و کشورکشایی سرلشکران، بنیادی استحکامهای مدافعوی و قلعه‌های محتشم، آباد کردن شهرستان و مرکزهای کلان سودا، کشادن راه‌ها و واسطه‌های مساعد تجارت و ده‌ها دستاوردهای دیگری تمدن و دولتداری نیاگان تاجیکان از همان عهد قدیم سر شده در طول عصرهای من بعد صیقل و گسترش یافته است. پیش از شروع نمودن به تحقیق تاریخ تمدن و دولتداری باختر و سوخت قدیم، گهواره نخستین دولت تاجیکان باید یادآور شد که دایر به این مسئله دو طرز نگاریش و رویه ابراز نظر است. گرچند این دو رویه و طرز نگاریش از عهد قدیم تا به عصر ما با راه و رویش خاصه خود آمده باشند، هم میان آنها تا کنون تفاوت و حدود نگذاشتند و شاید گذاشتن تفریقه و حدود در این مسئله ضرورت نداشته باشد، زیرا اینها دو راهی گوناگونی می باشند که کس را به یک سرچشمه تمدن و یک هدف نهایی می رسانند. از خاطر آنکه هم برای مؤلف و هم برای خواننده درک نمودن مسئله ها و شرح دادن آن آسان تر گردد، شرطاً این دو رویه را
طرز نگارش شرقی و طرز نگارش غربی نام می‌گذاریم. هر دوی این نگارش مکتب‌های عنعنوی، شکل و اسلوب خاصه و رسم و آیین‌های دیرینه خود را دارند. طرز نگارش شرقی غالباً به نقطه نظر مؤرخان، واقعه نگاران، شاهنامه نویسان و مؤلفان سرچشمه‌های باستانی عهد قدیم که از اوستا آغاز می‌گیرند اساس یافته است. در نگارشات شرقی اساطیر و روایت، قصه‌های سرگذشتی، ماجراهای کشورکشایی بیشتر افضلیت داشته. بعضاً حدود میان روایت و حقیقت تاریخی را شناختن مشکل است، ولی خواه و ناخواه این هم پاره از تاریخ و سرنوشت خلقیت تاجیک و قوم‌های آریایی تبار است و آن را نادیده گرفتن از روی انصاف و عدالت تمدن شناسی نیست. گذشته از این، تاریخ کل دولت‌های متمدن عالم در زمینه اساطیر و حماسه‌های قدیمه این یا آن خلق آغاز یافتند. طرز نگارش غربی باشد از میل‌های واقعه پردازی نسبتاً آزاد بوده، به دلیل و مدرک‌های صرف تاریخی روی نیاز می آرد. بنیاد تاریخ نگاری غربی غالباً از مورخان و واقعه نگاران عهد عتیقه یونان و ریم سرچشمه گرفته، سپس در اروپا، روسیه و دیگر کشورهای غرب گسترش یافته است. شرطی بودن این رویه ها را بار دیگر تاکید نموده، اول به مدرک و سرچشمه های تاریخی و ادبی مؤلفان و تاریخ نگاران عهد قدیمی قوم های تاجیک و آریایی تبار روی می آریم. قدیمترین سرچشمه‌ای که در آن نام کشوری باختر و سوخت یاد شده است کتاب مقدس اوستا می باشد. چنان که در بالا ذکر شد، در فرگرد باب یکمی ویدیودات نخستین کشورهای آفریده اهورامزدا نامبر شده اند که بگخدی باختری زیبا با درفش‌های برافراشته‌اش و گو سوگده با علفزار و مرغزارهایش از جمله آنهاست. به عقیده بعضی محققان و اوستا شناسان، ضمن عباره درفش‌های برافراشته رمز قلعه محتشم پادشاه، قدرت لشکری توانا و بیشکست پیروان کیش زردشتی و روح غالبیت و کشورکشایی‌های عهد گشتاسپ نهفته است. عادتاً در اوستا و سرچشمه‌های پهلوی که از کوی پادشاه گشتاسپ و زردشت یاد شده است، حتماً باختر و بلخ را چون کشوری پهناور، شهری آباد و توانا، باششگاه پادشاهان، مرکزی نخستین آتشکده ها و قلمروی پهنشوی دین زردشتی توصیف نمودند. یکی از تواناترین دانندگان تاریخ عهد کهن، فردوسی، شاهنامه خود را در اساس سرچشمه های تاریخی از جمله خدای نامک، مزدک نامه، شاهنامه ابو منصوری، شاهنامه های مسعود مروزی، ابو المؤید بلخی، ابو علی بلخی، اینچنین گشتاسپ نامه دقیقی و دیگر روایت و قصه ها و داستان های حماسی و تاریخی خلق های آریایی نژاد آفریده است. شاهنامه فردوسی بزرگترین داستان اساطیری و ادبی و تاریخی است که سرنوشت تلخ و شیرین و تاریخ پادشاهی بیش از 50 شاهنشاهی آریایی نژاد را در بر گرفته است. از دوران کیومرث تا یزدگرد 3
پی هم به تخت نشستن و از بین رفتن سلسله پادشاهان را اگر از نظر فاصله تاریخی بنگریم، این سلسله از زمانهای خیلی قدیمی در جنگل‌ها زیستن آدمان تا عصر 7 میلادی، یعنی تا اصطلاح عرب و قصه کشته شدن یزدگرد 3 از دست آسیابان با تلقین و هدایت ماهوی سوری حاکم توس فرا می گیرد. وابسته به تاریخ آمد و رفت شاهان و صورت گرفتن بندوبست واقعه ها، شاهنامه را می توان به 2 قسمت بزرگ اساطیری و تاریخی جدا نمود. پادشاهان دوره اساطیری شاهنامه را می توان به سلاله پیشدادیان منسوب دانسته. آوان پادشاهی کیومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشید، ضحاک، فریدون و دیگران را تا دوره گرشاسب تحت این نام ذکر نمود. باید افزود که در دوره پادشاهی سلسله پیشدادیان نیاگان ما زینه وحشانیت یا چنانی میگویند طرز زندگی جماعی ابتدایی را پسی سر نموده پدیده های اولین تمدن را نائل گشتند، یعنی استفاده آتش، ساختن منزل و باششگاه ها، به دست آوردن خوراک و پوشاک، استفاده آلات مهنت، دست آموز نمودن حیوانات وحشی رسم گردید. مثلا در دوره پادشاهی هوشنگ آدمان استفاده آتش را آموخته، آهنگدازی و آفریدن آلات مهنت را پیش گرفته باشند. در زمان کشورداری جمشید آنها رشته تابی، متابافی، لباس دوزی، همچنین ساختن افزار جنگی و کشتیرانی را از خود نمودند. می توان افزود که در شاهنامه آیین‌های استقبال نوروز، مهرگان و سده چون دستاورد پادشاهان عهد قدیم یعنی پیشدادیان قلمداد شده است. درباره زمان پادشاهی سلسله پیشدادیان و دوره حکومتداری آنها سخن عمیقی گفتن دشوار است. فردوسی گرچند از روی اخبار سرچشمه‌های پهلوی سالهای حکمرانی سلسله پیشدادیان را در مجموع 2441 سال ذکر نموده، از آن جمله دوره پادشاهی هوشنگ را 40 سال، طهمورث را 30 سال، جمشید را 700 سال، ضحاک را 1000 سال، فریدون را 500 سال نشان داده باشد هم این تقسیم بندی و سالگزاری ها غالباً جنبه اساطیری و روایتی دارند. با وجود همه این، پیشدادیان چون اولین پادشاهان طایفه های آریایی نژاد علل خصوص تاجیکان اعتراف شده اند و نام و نسب نیاگان ما را به دوره های جامعه ابتدایی، پدید آمدن اتحادهای اولادی و قبیلوی، آغاز چارواداری و زراعتکاری، تشکل مدنیت مادی، عنصرهای دولتداری عهد قدیم و غیره برده می رساند. ناگفته نماند که سلسله پادشاهان پیشدادی در اکثر قسمهای اوستا، آثار پهلوی بندهیشن، دینکارت، مینوی خرد، خدای نامک، آثار تاریخی عهد اسلام از جمله کتاب الاخبار اتوالی دیناوری، مروج الذهب مسعودی، ترجمه تاریخ تبری بلعمی، شاهنامه ابو منصوری، فارسنامه ابن بلخی و غیره ذکر گردیده چون پادشاهان تاریخی شناخته شدند. چنانچه دریشتها و دیگر آثار پهلوی از 7 نفر پادشاهان پیشدادی کیومرث، هوشنگ، طهمورث،
جمشید، ضحاک، فریدون و دیگران یاد شده باشد، در شاهنامه و تاریخنامه های من بعده همه ملوک این سلاله که عبارت از 10 نفرند با اضافه افراسیاب 11 نفر پره توصیف یافتند. برای تقویت فکر رو به فارسنامه ابن بلخی می آریم که هنگام ذکر پادشاهان و تاریخ آنها 11 پادشاهی پیشدادی را ذکر نموده چنین نوشته است: روایت است از اصحاب تواریخ، علما و تواریخیان فرس و عرب که جمله ملوک فارس 4 طبقه بودند: یکم پیشدادیان، دویم کیانیان، سیوم اشغانیان، 4م ساسانیان. و 2 طبقه از این جمله پیش از اسکندری رومی بودند، او را ذوالقرنین خواندندی، پیشدادیان و کیانیان. و 2 طبقه دیگر بعد از اسکندری رومی بودند، اشغانیان و ساسانیان. و هر 4 طبقه از نژاد کیومرثند و عددی همگان با اسکندری رومی 72 پادشاه و مدت ملک ایشان با روزگار اسکندر 4181 سال و چند ماه بوده است. ابن بلخی شماره شاهنشاهان سلاله پیشدادیان را 11 پادشاه، سلاله کیانیان را 9 پادشاه، سلاله اشکانیان را 20 پادشاه و سلاله ساسانیان را 31 پادشاه ذکر کرده، در آغاز ضمن روایت های اساطیری و بعدتر در زمینه تصویر واقعیت تاریخی سخن می‌راند. او تاریخنامه اش را از آغاز سلاله پیشدادیان ابتدا نموده می نویسد که نامها و عدد ایشان با نام افراسیاب که از ترکستان برخاسته 11 پادشاه و مدت ملک ایشان با 12 سال که افراسیاب خروج کرده بود و ایران گرفته 2568 سال. از اقتباس فارسنامه خلاصه برمی آید که مورخان فارس و عرب و علما دوره پادشاهی پیشدادیان را 2568 سال قرار داده، آنها را همچون شخصیت‌های تاریخی قلمداد می کردند. میان شاهنامه فردوسی و فارسنامه ابن بلخی در مقرر نمودن فاصله حکمرانی سلاله پیشدادیان همگی 127 سال تفاوت جای دارد. در شاهنامه حکمرانی این سلاله 2441 سال ذکر شده است که در قیاس 1000 سالهای تاریخ فاصله کذایی نیست. باید گفت که بعضی مورخان توانای عصرهای 19-20 غرب و شرق این دوره را چون دوره تمدن اساطیری قلمداد نموده، به واقعیت پادشاهان سلاله پیشدادیان شبهه دارند و معلومات سرچشمه های تاریخی و آثار فرهنگی بخشیده به این دوره از جمله اوستا را چندان به اینابت نمی گیرند. خوشبختانه چندی از عالمان و تاریخ شناسان معتبری تاجیک از جمله باستانشناس معروف یعقوبوف از شرافت دستاوردهای استقلالیت روح بلند شده تلقین می کند که ما باید تاریخ خودمان را از نو موافق طلبات زمانه در روح خودشناسی ملی نویسیم.